ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی ارمنی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتار 23. گوری سیاووش در درونی ارکی شهر است. شما فاجعه او را خیلی خوب، خیلی مؤثر نظم کرده اید. خوب، شاهنامه را به سلطان بردید، تقدیم کردید. سلطان از جنگ غور هنوز برنگشته است. من فراموش کردم که او در پایتخت نیست. رفته است که در غور خونریزی کند. سالی که وی اقلاً یک بار جنگ و غارت و کشتار و خونریزی نکرد برایش حرام است. از درباریان کسی را دیدی؟ شاهنامه را نشان دادی؟ بلی، با خواجه بزرگ ملاقات به عمل آمد. خواهش مطالعه شاهنامه کردند، فرستادم. ملک الشعرا چی؟ ایشان را هم دیدی؟ دیدم. و ایشان نیز یک جلدی کتاب را دادم. 2 هفته گذشت، نه مرا طلبیدند و نه خبری فرستادند. شعرا حسود یکدیگرند. از دیمنه‌ها غفلت نکنید، با خبر باشید. هر یک مردی با هنر را 100 حسودی بی هنر در قفاست. من می کوشیدم که با مصلحت‌های خویش سلطان را از بعضی اقدامات ناشایسته و خطرناک باز دارم. اکنون نمیدانم وزیر نو خواجه میوندی با وی چی مشورت ها می کرده و چی مصلحت ها می داده باشد. ولی او هم اگر به بازداشتن شاه از این گونه اقدامات سعی کند، همچون من به خودش چاه می کند و برعکس اگر ناشایسته را تقویت و هواداری کند، نزد شاه اعتبار و محرمیتی خاص می یابد. زنده باشیم می بینیم. میوندی شاه را از دادن غله به گرسنگان خراسان باز داشت. ولی در حقیقت امر این رفتاری او منافقی بود، خیانت بود. خیانت به کشور، به دولت، به فقرای بخت برگشته. اصلاً منافقی، خیانت، ریا، ناسپاسی از ابتدا هم پای و قدم آل سبکتگین بوده است. سبکتگین به سامانیان که ولی نعمتش بودند خائنانه پشت گردانده به امارت رسید. ثانیاً به عنوان یاری به نوح و استقرار و آسایش کشور با ترکان قرخانی سازش کرده 31 ملک سامانیان را به تصرف خانان درآورد و آنگاه از آشفتگی کار سامانیان استفاده برده خودش خراسان را تصرف کرد. وارثش محمود با اینکه سامانیان حامیش و متفقش بودند و منتصر سامانی در جنگ او با استیلاگران قرخانی نه فقط کمک نکرد بلکه با دشمنان وی همدست شده او را سرکوبی کرد. من در آن هنگام که محمود والی خراسان بود راضی نبودم به خدمت او بیروم، ولی از فرمان نوح سامانی سر تافته نتوانستم. اسفراینی ذاتاً کمگوی بسیار شنو بود. در صحبت فردوسی برعکس پرگوی گردید. شاید بعدی معزول و نظربند شدنش از یاران خود دور افتاده در تنهایی دلتنگ می شد و محتاج همدمی گردیده بود تا که در صحبت وی دلی حسرت زده اش را خالی کند.
رنجش عنصری. سلطان محمود از غور چنان که می گفتند مظفر و منصور برگشت. با نهایت سختی و مشقت و تلفات بسیار یک قسم آن کشوری کوهی را فتح کرده بود. در ناحیه های فتح شده، خصوصا در مرکز کشور که خلقش هنوز دین اسلام را قبول نکرده بود، کافرکشی شکل قتل عام گرفت. سپاهیان سلطان هر یکی با شماره مردمی کشته‌اش خودپسندی می کرد. در پایتخت 10 روز با توی و تنتنه و نمایش لشکر در دشت شابهار به شرف غلبه و با فتح نامه نویسی به خلیفه بغداد و شاه خوارزم و خانهای ترکستان و غیره گذشت. سپس شاهنشاه مشرق در باغ فیروزی بهشتایین به آسایش و استراحت و عیش و عشرت نشست. فردوسی خواست بداند که انتظاری گذرانیدن شاهنامه به دربار باز چقدر طول می کشیده باشد. با این مقصد او یک پگاه به کوشک عنصری رفت. ملیک الشعرا به سلام او نیمشنوا علیک گفته از وی خاموشانه و سرد پذیرایی کرد. از چی باشد که طبعش خیره بود. بعد از سکوت بر روی فردوسی نگاه نکرده گفت: شما البته می خواهید بدانید که داستانها را خواندم یا نه؟ خواندم. با انتخاب یک چند داستان را مطالعه کردم. داستانها را سراسر خواندن وقتی زیاد می خواهد. باز آن را 1-2 روزه به فرخی و اسجدی دادن لازم آمد. خودشان التماس کردند که بدهم تا بخوانند. عنصری باز سکوت کرد و پسان یک نوع معنی دارانه سخنش را ادامه داد. شاهنامه شما در واقع گنجی گوهر است. این گوهری بی‌بها را فقط با میزان خود شما میتوان وزن کرد و سنجید. میزانی بنده در خوری سنجیدن آن نیست. اشعاری بنده پیش شاهنامه چیست؟ گیاهی پیش گلبانی بیش نیست. دلی فردوسی ته زد، پشتش عرقی سرد برآورد. گنج گوهر، میزان، گیاه و گلبان، این کلمه ها مگر از همان 2 بیتی خودش نیستند که در هرات در مذمت عنصری گفته بود؟ بیشک از همان جا و کنایه از همان 2 بیتی است. معلوم می شود که عنصری از آن با خبر است. چطور با خبر شد؟ آخر وی فردوسی آن سطرها را شفاهن گفته و در هیچ جا ننوشته بود. شاعر فراموش کرده بود که شنونده آن سطرها از زبان او تنها اسماعیل سخاف نبود. 34 نفر از مخلصان و آشنایان هراتی شاعر نیز در آنجا حاضر بودند و شنیدند. وقتی که یک چند کس شنید، شایع شدن هجویه اجابتی ندارد. در چنین موردها خبرکشان یا دیگر شخصانی بلحوثی هنگام جوی چرا غفلت کنند و هجویه را پنهانی یا آشکارا گوشرسی حریفان ننمایند؟ از قضیه آلتونتاش حاکم نیز با خبر شده بود. آلتونتاش با نامه مخصوص به ملیک الشعرا خبر داده بود که با وجودی منع کردن او فردوسی را از رفتن به غزنی و پنهانی برآمده رفته است. در پایان نامه 2 بیتی شاعر را هم نوشته و معلومات عنصری رسانده بود. عنصری از سرخ شدن چهره و گوش مهمانش دانست که زهرش به او کار کرد. فردوسی یک نفس با سری خم خاموش ماند و در اثنای این خاموشی خجالت آمیز اضطراب قلبش را فرو نشاند و گفت:
دانستم حضرت آن مصرع که در هرات در حالت علم زدگی و پریشان حالی گفته شده بود و باعثی پریشان حالی بنده منع حاکم بود مرا از آمدنی به غزنی، بلی آن مصرع به شما معلوم شده است. حضرت رنج خاطری خود را آشکارا بدون کنایه می گفتند و بنده را سرزنش می کردند، دشنام می دادند، بهتر بود. اما در آن 2 بیت الفاظ و حسایس شعری از تقاضای سخنی منظوم بود، نه از عقل. حسیات مبهم و آنی بنده بود و بس. با وجود این از حضرت بخشایش می خواهم. قضیه را به فراموشی سپارند چنان که من خود سپردم. ولی اگر به فراموشی سپردن نخواهند و عذری مرا نپذیرند، اینک کتابی بنده به دست خودشان و تقدیرش بسته به رأی خودشان است. حضرت می توانند با کینخواهی از بنده مثلا رأی و توجه سلطان را از شاهنامه گردانند. این چه سخنی است که شما می گویید؟ رنجش آمیز گفت عنصری. شما به من عیب کینه‌جویی هم می نهید؟ شکر، من از این خصلتی رذیله بری هستم. ارزش اثری شما را می دانم. آن را به سلطان چطور که هست عرضه خواهم کرد. اصلا چگونگی شاهنامه اتان را حاجتی عرضه کردنی من نیست. سلطان خود سخنشناسند. اما راست بگویم بنده از همچون شما شاعری بزرگ این نوع خودستایی را گمان نکرده بودم. شما عذری مرا میپذیرید یا نه؟ پرسید فردوسی. عنصری جواب نداد. سؤال را گویا که نشنید. بجای جواب چنین گفت: سلطان در باغ فیروزی استراحت می کنند. غیر از وزیر 2-3 ندیم خاص کسی را بار نمی دهند. در این قریبی ها شاهنامه را امکانی منظور کردن نیست. من در اینجا زیاد استادن نمی توانم، گفت فردوسی. سبب؟ پرسید عنصری. در مسافرت کسبی معاش کردن دشوار است. ملیک الشعرا یک لحظه فکر کرد و چنین وعده داد: من خواجه بزرگ را می بینم. خواهش می کنم که برایتان مرسوم تعیین بکنند. مصلحتی ماهک. فردوسی از نزد ملیک الشعرا ملول و اندوهگین برگشت. هرچند عنصری گفت که او کینه‌جوی نیست و حتی وعده داد در بابت معاش زندگی شاعر در غزنی از وزیر خواهشگری نماید، ولی فردوسی یقین کرد که وی به جهت 2 بیتی هجویه از شاعر بدیل کینه گرفته است. بنابراین به پست کردن قیمت شاهنامه در نظر سلطان کوشش کند هم عجب نیست. در این مورد به کینه او حسودی نیز ضم می شود. لبیبی بیهوده از حسودی عنصری سخن نرانده بود. از طرفی دیگر کی به سلطان پیشنهاد شدن شاهنامه معلوم نیست. چی باید کرد؟ شاعر فکر کرده بدین قرار آمد که اگر تا برگشتن ابودلف از قهستان این کار یک رویه نشود و کتاب را یک نسخه در دست ملیک الشعرا
و نسخه دیگر در دست وزیر میوندی می‌گذارد و می‌رود. غزنی را ترک می‌کند. در میهمانخانه ماحک وی خواجه را با منشوری گرمی صحبت یافت. خاطر پریشانی وی از آنها پنهان نماند. چه خبر استاد؟ خواطر کشیده پرسید منشوری. عنصری را دیدید؟ فردوسی اندوهگینانه سری تصدیق جنبانید. او داستانها را هنوز خوانده تمام نکرده است. اگر تمام هم می کرد شاهنامه را به سلطان بردن نمی توانست. سلطان در باغ خود استراحت می کند، بار نمی دهد. خوب، در استراحت باشد چی بهتر؟ گفت ماحک. استراحت برای مطالعه شاهنامه عینی وقتی مساعد نیست مگر؟ از گفته عنصری همین قدر دستگیرم شد که او شاهنامه را نزد سلطان بعد از 1 ماه خواهد برد. بعد از آن باز یک مدتی دراز باید منتظر شد تا سلطان اقلاً 1-2 داستان را بخواند یا خواننده شنود. هرگاه که داستانی یا قصیده ای را برای او میخوانند، گفت ماحک، او بیش از 10-15 بیت نمی شنود. از قصیده ها فقط مدح خودش را می شنود و بس. چون خواننده به گریزی قصیده رسید، خواندن آن را قطع می کند. در مورد شاهنامه هم با احتمال قوی او قرائت آن را دیر نخواهد شنید، بلکه به آنچه ملیک الشعرا درباره آن بگوید اکتفا خواهد کرد. گمان نمی کنم که گذرانیدن کتاب به سلطان آنقدر که شما می گویید به تأخیر می افتاده باشد. ولی در هر صورت شما را غیر از صبر چاره نیست مولانا. 1 ماه 2 ماه صبر در برابری 35 سال که به شاهنامه رنج برده ای چیست؟ ساعتی بیش نیست. بنده امینم که به شاهنامه از سلطان پاداش ارزنده خواهید یافت. آنگاه پاداش شاهانه مشقتی 35 ساله و تلخی انتظاری 1 ماه 2 ماه را از یاد شما خواهد بود. اما ملیک الشعرا نزد سلطان درباره شاهنامه چه ها خواهد گفت؟ آن را چگونه معرفی خواهد کرد؟ در این باره دلی من پر نیست. چرا؟ هر دو مصاحب برابر پرسیدند. ملیک الشعرا از من آزرده است و دل کینه گرفته است. کینه گرفته است؟ چرا؟ نپرسید. گناه به خود من است. در هرات وقتی که فهمیدم عنصری به غزنی آمدنی مرا نمی خواهد، من این را از حسودی او دانسته 2 بیت در نکوهش او گفته بودم. شفاهن به طریق بدیهه گفته بودم. شنونده آن را به عنصری رسانده است. با من از آن بدیهه با رموز و کنایه سخن گفت. بدیهه چگونه بود؟ دانستن خواست منشوری. فردوسی از گفتن خودداری کرد. نپرسید. مبادا که به زبانی مردم افتد از غیر اختیاری ما و شما. شاعر یک آن سکوت کرد و افسود. کاش که ابودلف زودتر برمی گشت. از این سخن ماحک چنین خلاصه گرفت که شاعر بی پول مانده است یا می ترسد که به قریبی بی پول می ماند. اگر به پول احتیاج هست بنده نه. ماحک را از سخن باز داشت فردوسی. حالی حاضر احتیاج نیست. صلاح کار را در آن می بینم که هرچی زودتر به توس برگردم. ابودلف که آمد رختی سفر می بندیم. بگذار شاهنامه را در غیب من بخوانند و حکم کنند. ضمناً نظری ملیک الشعرا و همچنین نظری خواجه بزرگ به من خوب نیست. از یک طرف کم اعتنایی و سردی وزیر میوندی نسبت به فردوسی و کتاب او در آن وقت که شاعر به قبول او رفته بود. از طرفی دیگر گفتگوزاری ناخوشی ثانی با ملیک الشعرا
و نهایت سخنانی ناپسندانه و حتی بهتان آمیزی فروخی درباره شاهنامه، اینها همه یک جایه در ضمیر شاعر چنین حسی پیدا کننده بودند که شاهنامه او در دربار غزنی قدر و قیمتی در کاری نخواهد یافت. از همین حسیات سرچشمه می گرفت قرارداد شاعر و منتظر نشدن به قبول شاهنامه در دربار و برگشتن به طوس. در رفتار وزیر و شاعران دربار نسبت به فردوسی و اثری او شاید تعصبی مذهبی هم بی تأثیر نباشد. شاه و اطرافیانش دشمنان شیعه می باشند. فردوسی باری گپی در طوس شنیده‌اش را به یاد آورد. سلطان محمود مردمی شیعه مذهبی طوس را قرمطیان و باطینیان، یاران دشمنی خودش دیلمیان می شمرده و بد می دیده است. ماهک ناگهان به شاعر چنین مصلحت داد: یک فکر مولانا، شما از عنصری صرف نظر کنید و شاهنامه را خودتان به سلطان برید، بی واسطه به خودش باغ فیروزی برید یا فرستید. خواهید دید خودش دیر یا زود می خواند و شما را به حضور می طلبد، یا اینکه اگر نیگویید این کار را به من حواله کنید، کتاب را به سلطان من خودم می برم. و برد. حولی شرف الدین ماهک در نزدیکی باغی فیروزی بود. از آنجا تا آن باغ مسافه 1000 قدم بیش نبود. یک بیگاه وی شاهنامه را در بغل گرفته پیاده به آن مقامگاه شاه روان گردید. دربانهای هیبتناکی مسلح و کمان و نیزه، کلاههای دو شاخه بر سر، پیرمردی ندیم را که می شناختندش از دروازه نگرداندند و راضی شدند که آمدن او را به حاجب کلان خبر دهند. ماهک در پس دروازه یکمی آهنکوبی قبه‌دار، زیرا در درونتر باز دروازه دومی به اولی مانند بود، ساعتی انتظار نشست تا شاگردی حاجب پیدا شده از نام سردار خود گفت که این ساعت سلطان را دیدن ممکن نیست. ماهک ناچار به باششگاه خود برگشت. روزی دیگر باز رفت و باز ناامید برگشت. نهایت باری سیوم رفته به اعلی حضرتم تحفه آوردم که مانندش به هیچ یک پادشاه پیشکش نشده است. گویان به وارد شدن اصرار نموده بود که حاجب با رخصت سلطان او را درآورده از سایه سرو و صنوبرهای موزون، از چمنزار و گلزارهای اطراف شام که در آنها طاووسانی رنگین بال خرامان و از پیش حوضی نهایت کلانی مرمرین که در وی کوههای سفید و سیاه شناور بودند گذرانده به کاشانه‌ای برد. در شعله نه آنقدر گرمی آفتابی تیر ماهی باغ به صد حسن و به صد رنگی نظر ربا جلوه می کرد. در ایوانی منقش کاشانه سلطان یک تهی دراز و ایزاری فراخی سفید در تن، روی کتی زرنگار به پشت خوابیده بود و ایازی جوانی بسیار خوش صورت و خوش قد و قامت، هم عسکر و هم غلامی محبوبی سلطان پای او را می مالید. ماهک کتابی رومال پیچ در بغل دو قط شده قدمی چند سوی کت رفت و به زانو افتیده به زمین پیشانی سایید. زندگانی سلطان اعظم و شاهنشاه عالم دراز باد.
ابوالقاسم فردوسی شاعری توسی تاریخ ملوک عجم را سراسر به نام اعلی حضرتم نظم کرده آورده و به این کار 35 سال رنج برده است. وی الان مهمانی بنده است. خود از آمدن به درگاه عالی ابا کرده از بنده التماس کرد که شاهنامه او را به پیشگاه همایونی آورده منظوری مبارک نمایم. ماهک کتاب را روی دست نگاه داشته ایستاد. سلطان در همان حالتی خوابیدگیش رو به طرف گوینده پهلو زد و پرسید: همین بود پیشکشی نیستن در جهانی تو؟ سلطانم از بازی که به فارسی دری کلامی موزون ظهور کرده است تا کنون هیچ فردی کتابی به این بزرگی و به این فصاحت و بلاغت ننگاشته است. همه شعرا و فضلا در این معنی متفقند. سلطان خیسته نشست و کتاب را به دست گرفت، نگاه کرد، 2-3 ورق گرداند و به ایاز داد: به کتابدار بده، بگو هرگاه که به دارالسلطنه برگشتم آورد. ایاز کتاب را گرفته و تاقچه گذاشت. سلطان پشت به بالشت ها داده پایش را دراز کرد و به ماهک گفت: ابا کرد؟ چرا؟ گفت: به رسم و آدابی درگاه عالی بلد نیستم، مباد که سهوی از من سر زند و شرمسار شوم. جواب یافت ندیم. چرا مهمانی تو؟ با وی سابقه آشنایی داشتی مگر؟ نه سلطانم، در اینجا شناس شدم، چون منزل نداشت به خانه بردمش. چی میگوید؟ ماهک معنی سؤال را نفهمیده سراسیمه شد. سلطان سؤالش را واضح کرد: درباره ما چی میگوید؟ شاهنشاهی اعظم عادلند، فقرا پرور و شاعر پرورند میگوید. فریدون زنده شد میگوید. نگاهی چشمان کوچکی سلطان بیگزوار بر روی ماهک خریده شدند. به لبانی باریکش نیم تبسمی استهزاآمیز دمید. فریدون؟ از کجا معلوم که فریدون شاعر پرور بوده است؟ مگر در زمانی او هم شاعران بودند؟ بنده نمیدانم، او گفت. او میداند. دروغ گفتی. فریدون را تو گفتی. فردوسی شاهنامه نگاشته است، پس تاریخ ملوک را میداند. فریدون را شاعر پرور نمیگوید. در اخبار ملوک این سخن نیست. اگر دروغ گفته باشم زبانم را ببرند. گناهی زبان نیست، گناه عقل است. عقل در سر است، باید سر را برید. سرم فدای سلطانم، ولی اگر سر رود به گناه وی زبانی بی گناه هم تباه می شود و حال آنکه سلطان عادل شعارم بی گناهی را به گناهی دیگری نمی کشند. حاضر جوابی کرد ماهک. شما گفتار 23 را از روی رمن استاد ساتم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.